در مرز افغانستان با تاجیکستان زیاده از 16,000 جنگجو جمع آمدند و 6,000 نفر آنها خارجی هستند. در این باره رجب علی رحمان علی فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان در نشست سران نهادهای سرحدبانی کشورهای آسیای مرکزی، روسیه و افغانستان در دوشنبه سخن گفت. در نتیجه تغییر وضع سیاسی حربی در افغانستان، اطلاع درباره فعال شدن گروه‌های تروریستی به مثل طالبان و دولت اسلامی در حدود بدخشان افغانستان دسترس شده است. طبق اطلاع منبع‌ها سال گذشته هم مثل سالهای پیش گروه‌های تروریستی از جمله حرکت طالبان دولت اسلامی، انصارالله حرکت ترکستان شرقی ترکستان، حزب نهضت اسلامی و دیگر گروه‌ها در حدود افغانستان فعالند. وی افزود که این جنگجویان در 36 تمرینگاه‌های تروریستی در بدخشان، کندوز و تخار جمع آمدند و به امنیت مرزهای جنوبی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل تهدید می‌کنند. به تاکید مقامات امنیتی تاجیکستان با فرارسی بهار گروه‌های تروریستی در مرز فعال می‌شوند و می‌باید مقامات کشورهای منطقه همکاری خود را در این زمینه تقویت دهند. چند پیش بعضی از مقامات روسیه وضع در مرز تاجیکستان و افغانستان را بسیار خطرناک تصویر کردند. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان گفت تا حال هیچ خطر جدی از آن سوی مرز احساس نمی‌شود. از اون طرف ده‌ها گروه‌های گویم که تروریستی هست، لیکن به این نگاه نکرده ما در رژیم معتدل سرحد خود حفظ کرده ایستادیم. افغانستان با تاجیکستان 1400 کیلومتر مرز دارد و این مرز یکی از راه‌های اصلی قاچاق مواد مخدر به حساب می رود.